اینجا دوشنبه 18 می سال 1968 آب پرتقیان دریای وخش به واسطه تونل 7.5 کیلومتره به وادی یاون آبکیی گردانیده شد. ما از خود همانجا از جای واقعه 3 ساعت و 10 دقیقه همراه والری ژولوف رپورتاج بردیم. سلام دوستان عزیز، گیمناستیک پگاهی روزی را سر می کنیم. درس اول از راهروی سر می شود. به راه رفتن تیار شوید. کنی سر کردیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. گفتار ادبی را از سلسله در صحبت ادیب آغاز می‌کنیم. شنوندگان گرامی، حالا محاوره ژورنالیست حاکم عزیز را با ادیب و دانشمندی شناخته رسول هادیزاده بشنوید. در رادیو من از 16 سپتامبر سال 1956 همچون نطاق گوینده برون مرزی فعالیت آغاز نموده 50 سال حیات باشعورانه خود را در همین درگاه گذرانیدم. بعد اقرارشان لازم است که قسم زیاد فعالیت من به شعبه ادبی بدیعی و جوانی رادیو وابسته بود. هم در آنجا همچون نطاق کار میکردم. وقتی که نوبتداری میکردم نشسته در همون استودیوی رادیو با ترجمه اثرها مشغول میشدم. شنوندگان گرامی، شما برنامه بخشی دری شبکه آواز تاجیک را از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان میشنوید. برنده بودند، نطاق بودند و پیشتر میگفتند که دیکتاتور بودند. این کار شرفناک، کسب بسیار ناتکرار است. 56 سال در رادیو و تلویزیون همه آرزو و امید خود را وابسته کردم، پیوسته دانستم.
جوانی چون گل گلباغ زیباست که هر یک لحظه‌اش زیب و گواراست. آشیان گر می‌گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد بی پایان گذار. نیست چون که هیچ چیز از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز جان گذار. اینجا دوشنبه پایتخت تاجیکستان. موج میخیزد ز موج رادیو از دوشنبه از تخت بخت تاجیکستان. مادر با یک دست گهواره و با دست دیگری خیش جهان را می جنباند. هر کس باید صدای خودش داشته باشد، آواز خودش داشته باشد و راه و روش همون متن به شنونده پیشکش کردن خودش داشته باشد. از همه هنرها بهترین هنر این هنر سخن گفتن است. نه اینکه بهترین، بلکه مشکلترین و مسئولترین سخن است. خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست، پس اعتبار بر این چند روز فانی نیست. آرزوی آدمیزاد ای حبیب، خوش به عالم داد ای حبیب.